برادر عزیز، یه حدیث در خانم قرائت کم خودم که شما راحت میدونم خودم بسیار لذت بردم. میگه که ابو هریره روایت میکنه، حدیث جناب هم بخاری هم مسلم میارد، حدیث متفق علیه است. میگه که انا پیامبر گفته است که من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. میگه کسی اگر کسی 2 درهم یا 2 دینار، زوجین هر خیلی معنا میکنن، یا 2 تا مثال 2 تا شتر یا 2 تا گاو یا 2 تا گوسفند، اگر 2 تا باشد، اگر میگه در راه الله خیر کند، میگه دعی من ابواب الجنه. میگه میدونی که درهای جنت چی میگه؟ یا عبدالله هذا خیر، ای بنده خدا، ای خوش به حالت، چی کاری خوب کردی. درهای جنت میگفته، خوش به حالت میگفته است، ای تا کاری خوب کردی، ای تا کاری نکردی. در دوام حدیث نگاه کن، من کان من اهل صلات دعی من باب صلات. هر کسی که اهل نماز باشد دروازه جنت میگفتهش، بیا فیرادش میکده، مثلا بیا جای تو اینجا است. و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه. اونجا دروازه است. در وقتی آدمی که در دنیا سخی باشه، دروازه سخاوت به دست میگفته، ای سخی اینجا بیا، اینجا باید جای تو اینجا. میگه در اینجا میگه و من کان من اهل صیام، کسی اگر در دنیا روزه داشته است، دعی من باب ریان. اونجا ای دروازه ریان، یک دروازه است خاص برای روزه داره، نامش ریانه. او فرمود ای اینجا بیا، اینجا جای تو. هر کسی ای اهل جهاد باشه، میگه دروازه جهاد فیرادش میکنه. بعد حضرت ابوبکر میگه در اونجا گوش که سخن پیامبر گفت یا رسول الله انت ابی و امی، پدرم مادرم فدای تو باد. هل یدعا احد من کل ابواب الجنه، آیا هسته یگان آدمی که همین درهای را که نام گرفتی همش هم یک آدم را بخوانند، فیراد کنند، همش ایتا علایده نیود، همش با یک زبان همین یک آدم را فیراد کنند. هسته میخیل آدم در امت داری؟ حضرت چی گفت؟ ارجو ان تکون منهم، ارجو ان تکون منک. گفت امیدی من همایی که ابوبکر توی همون توی که تمام درهای جنت منتظری تن، همه و فیراد میکنن ابوبکر پیش ما بیا، ابوبکر ای نزد ما بیا، همه عاشق تن، همه اونها محبای تن. همین ابوبکر که این درجه داره چی میگه؟ میگه وقتی علف فهمیدید گریه میکرد، میگو ای کاش پروردگارا همین علف میشیدم تا یک حیوان مرا میچرید میخورد، من ابوبکر را میشیدم. میگه وقتی پرنده را میدید، میگو ای خوش به حال تو، میخواهی میپری، میخواهی میشینی، میخواهی زیر سایه دخته میگیری، میخواهی لب آب تا میره آب میخوری، با روز قیامت هیچی حسابی نداره. وای به حال من ابوبکر. برادر عزیز، اگر آدم خدا ترس شود، به خدا قسم بسیار آدمی بگیم همین چهل بگیم یک تأمین کننده امنیت هایی، او بسیار در همین اگر همین سکسه ما ایستادگیم، اگر همین جا مردمش خدا ترس باشد، یک اون وهم ترس دیگه ما نداره. درم در کلش آهوی میمانم، دخترم در کلش بیرون میبراید، هیچی پروا نداره دیگه، زیرا میدونم که این مردم از خدا میترسن. برای همین این خیلی و خیلی این درسای مهمی بود که این پیامبر و این جوان فهمون که از الله بترس، خواه در پنهانی باشی خواه در آشکارا باشی، از الله بترس. دیگر گفتش زبان تا نگه بدار، هیچگاه خلق مقصد
با زبانت آزار ندی. همچنان لقمت نگاه کن تا از روی حلال باشه. برادر عزیز، این اگر چنده که اشاره بسی و جوان باشه، این تاکید برای ما هم هست. ما هم باید از خدا بترسیم، ما هم باید زبانمون را کنترل کنیم، ما هم باید لقممون را نگاه کنیم که از راه های حرام نباشه. برادر عزیز، اگر ما هم همین را رعایت کرده بتونیم، همون فیها علم الاولین و الاخرین گفت، در او علم اول و آخره، ما هم علم اول و آخره برخورداریم. خدا کنه برادر عزیز که این مصلحت‌هایی را که این پیامبر نازنین داد، ما و شما را توفیق دهد که ما از زمره همان نفرها باشیم. خداوند باز هم رحمت و مغفرت کنه، خاتمه هممون خدای مهربان بخیر کنه، ایمانمون را با سلامت نگه بداره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. اللهی که یکتاست، از اللهی که بی‌نیاز است، از خداوندی که با او پدر و مادر فرزند نسبت داده نمیشه. با پیدایش او الله مهربان از ذات خودش است. خداوندی که عزت ما در دست اوست، خواری ما هم در دست اوست. اللهی که حیات ما هم در دستش است، ممات ما هم در دستش است. اللهی که در یک لحظه، در یک چشم زدن، صاحب کتاب میگه طرفت العین جهان بر هم زند، کس نمیتواند که او را دم زند. یک اللهی که در یک میجه زدن دنیا را از بین میبرد، هیچ کس حق نداره که گوید برای چی این کار شد. از الله حقی سوال کردن نداره. یک خدایی که نیاز نداره. ما هم نیاز داریم. یک خداوندی که هیچ حاجتی نداره. یک اللهی که یگان مصلحت چی نداره. ما خواهانی هستیم که خداوند این دادر ما که خیلی انشاءالله گمانم همه که بسیار بچه که به اخلاص، بسیار بچه به محبت های و این قدر ترددها هم دیده است و به خاطر که بسیار یک چیزی بزرگی را بگیم از بالای سرشان الله گرفتیم، پدرشون برای روح پدرشون شاد شدن، برای همچون یک ادای قرضی بگیم فرزندی. و عقیده ما اهل سنت که بر همینه که ثواب این پند نصیحت، ثواب این خیرها که بر روح گذشته های ما میرسد، این دادر ما تردد دیده، این مهنت کرد، خدای مهربان به همین مقصودهاش برسونه، روح پدرش شاد کنه، قبرش پرنور کنه. انسان بلغزش نمیشه. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. بی گناه، بی خطا، بی اشتباه برادر عزیز این امکان نداره که آدم زندگی کنه. فقط یگانه پیامبرها معصوم بودن که گناه نمیکردن. غیر پیامبرها همه برادر عزیز خطا و اشتباه و گناه میکنن. از این لحاظ ما دعا میکنیم که این پدر خداوند لغزش‌ها و
خطاها و کمبودی هاشو با فضل کرمش بخشیده کنه.